محمودجان نجم‌الدینوف فرزند آوازخوان شناخته استراد توجک صدرالدین نجم‌الدین آرزوی پدر خود را جامعه عمل پوشاند. محمودجان که در کانادا به وی رسیده قدم‌های اولین خود را در میدان فوتبال در همین کشور تا چند سال پیش نه با فوتبال بلکه اساساً با هاکی مشهور گذاشته است. ماه ایول سال 2024 به یک باشگاه فوتبال آلمان گذشت. پسر صدرالدین نجم‌الدین نخستین قرارداد خود را همچون فوتبالباز کسبی با باشگاه نچندان معروف امرن از شهرک خرد در غرب آلمان امضا کرد. امرن فعلا در دیویزیون ششم چمپیونات آلمان در گروه یکم لیگ منطقه نیدرهیم هنرنمایی میکند. اینستاگرام کانال اگنتی روندهای فوتبال که خبری به FSV امرن گذشتن فوتبالباز جوان و پراستعداد توجک را نشر کرد و اظهار اطمینان کرده است که محمودجان نجم‌الدینوف حتما تمام مهارت خود را در میدان فوتبال کسبی نشان خواهد داد. کانال ورزشی گل تیجی نیز خوشبینانه نوشته است که محمودجان را آینده درخشان در پیش است. صدرالدین نجم‌الدین سال 2011 در مصاحبه با خبرگزاری ورزشی ورزش سپورت نقل کرده بود که در کودکی آرزوی فوتبالباز شدن را داشت و حتی در دسته کودکانه باشگاه نور نو بازی میکرد، ولی فرو پوشیدن اتحاد شوروی و به باطلاق جنگ خونین شهروندی فرو رفتن تاجیکستان باعث شد که این آرزوی او عملی نشود. در زمان صحبت صدرالدین نجم‌الدین نقل کرده بود که پسرش نیز فوتبال را زیاد دوست می‌دارد و در باشگاه CSKA در دوشنبه مشق میکند. او همچنین گفته بود آرزو دارد که پسرش را برای آموختن فوتبال به اکادمیای باشگاه شورچور انگلیا ارسنال بفرستد. او مخلص اشدی کریستیانو رونالدو است. فوتبالکاها با عکس رونالدو را گرد می‌آورد و حتی طرز ایستادنش نیز مثل رونالدو. نقل کرده بود صدرالدین درباره پسرش محمودجان. صدرالدین نجم‌الدین یکی از خوشنامترین ستاره‌های استراد معاصر توجک به شمار می‌رود. صدرالدین نجم‌الدین خود را پرورده مکتب آوازخوانی کرامت الله قربان می‌داند و نخستین قدم‌هایش را در صحنه استراد با بازخوانی ترانه‌های این آوازخوان فقید و ترانه‌های در سبک او خوانده‌اش گذاشت، ولی خیلی زود راه و روش خود را پیدا کرد و حالا خود یک آوازخوان صاحب مکتب دانسته می‌شود. صدرالدین نجم‌الدین نخستین آوازخوان استراد توجک بود که راه امریکا را باز کرد و در آن سوی اقیانوس کنسرت‌ها گذاشته و کلیپ‌ها تهیه و نشر کرده ایستاده است. صدرالدین اینک چند سال باز با اهل خانواده‌اش در کانادا زندگی می‌کند.